سلام و درود خدمت برادران عزیزم، خصوصا برادران بلوچم در ولایت نیمروز افغانستان. علمای عزیز، مسئولین عزیز، ریش سفیدا، تحصیل کرده ها، من از همه شما مردم و برادران خودم یک درخواستی دارم که یک هفته پیش گفتن آب بند کمال خان باز شده و مردم سیستان اینجا چشم انتظار چند روز نشستند تا از آب خبری نیست و امروز من مجبور شدم یک پیام برای شما برادران بفرستم. ببینید برادران، وقتی که بند کمال خان مرحوم کمال خان درست کرد، به چه هدفی درست کرد؟ به این هدف درست کرد که این آب ذخیره بشه و مدیریت بشه و به کل سیستان باستان به مردم برسه. مگر مردم این طرف، مردم استان سیستان و بلوچستان، مگر کیا هستن؟ اصلا مردم زابل و مردم زرنج اینا کیا هستن؟ اینا همه برادر خواهر هم دیگه هستن، از هم اصلا جدایی ندارن. طوایفی هستن که نصفشون این طرف نصفشون اون طرف مرزه. حالا ما اینجا از مسئولین بلوچ خواهش میکنیم این آب مال هلمندی نیست، مال غندهاری نیست، این آب حق بلوچ و زاولیه. خواهش میکنم آب باز کنید. اگر آب باز نکنید این زاول تبدیل میشه به یک ریگستان و یک چی بگم، بعد تأثیرش به شهر زرنج و نیمروز هم میرسه. پس لج و لجبازی و تعصبات بذاریم کنار و او مردم مظلومی را ما در نظر بگیریم که منتظر این آب هستن تا گندمی برای خود بکارم، تا برای خودشون یک دامداری داشته باشن و مردم واقعا در تنگنا هستند. اگر ما ادعای مسلمانی داریم، اگر ما ادعای اسلام داریم، پس گرفتن جلوی آب هیچ قانع کننده نیست که ما قانع بشیم که این آب یک نعمتی که خداوند داده. اگر شما این آب باز کنید، این مطمئن باشید که هم برکت تو آب میاد، هم خداوند مزد شما رو میده، چون آب میاد برای کسانی که مظلوم ترین مردم اونجا هستند. خواهش میکنم این آب باز کنیم. مگر این آب مال کیه؟ به کجا میاد؟ این آب مال همین طوایف همین منطقه نیمروز و سیستان هست. طوایف سنجرانی، براهوی، ناروی، گورگیج، رخشانی، دهمرده، سفرزایی، بارانی، شاهوزهی، سیاد، میر، بنجار. من چی بگم؟ این دوتا قوم که در این مناطق زندگی میکنم، هم این ور مرز هم اون ور مرز، میگم بلوچ و زابلی. پس من خواهش میکنم از برادران بلوچی که در ولایت نیمروز هستن این آب باز کنید تا این آب برسه به مردم و در این ثواب بزرگ شریک باشید. و من این پیغام به زبان فارسی گذاشتم که همه متوجه بشن. خواهش میکنم آب باز کنید و خدا را راضی کنید و مردم مظلوم خوشحال کنید. مردم مظلوم میلک، زهک، زابل فرق نمیکنه، تمام سیستان چشم انتظار همین آب هستند. پس این آب حق این مردمه، این آب مال جای کسی دیگه نیست، این آب مال بلوچ و زابلیه. من خواهش میکنم تعصبات بذارید کنار، لج و لجبازی را بذارید کنار و آب باز کنید و مردم خوشحال کنید. انشالله که پیام من به همه شما برادران عزیزم برسه، چه علمای عزیز، چه مسئولین عزیز، چه ریش سفیدا و نخبگان ولایت نیمروز. کوچک همه شما برادران و خواهران، رضا بلوچ، سفیران مهر بلوچستان.